سلام، پویان مقدسی هستم، نویسنده داستان بلند گمگورها که از طریق نشر نوگام منتشر شده. بخشی از این داستان رو براتون میخونم. نزدیک طلوع بود و افق داشت روشن میشد. هر سه نفر پشت سر هم و دلا از توی سیاهی پای دیوار آمدند بیرون. مدام دور و بر را میپاییدند و آرام با هم پچ پچ میکردند. هر کدام حواسشان به یک طرف بود. چراغ قوه‌ای توی دست یکیشان بود و گردی نورش جلوی پاهایشان را روشن می‌کرد. دوربین عکاسی کوچکی هم از گردن آن یکی آویزان بود. نوک پا اما سریع رفتند آن طرف محوطه، نزدیک دیوار آجوری آن ته. مرد چراغ قوه به دست میگوید همینجاست، مطمئنم. نگاه کنین خاکش چه نرمه. صدایی میآید. انگار چیزی تکان می‌خورد. چشم می‌گردانم و دور و برم را برانداز می‌کنم. آنجاست. موشی از زیر پل کوتاه آهنی روی جوی کنار خیابان ولیعصر میآید بیرون. زیادی درشت و چاق است. خاکستری با موهای سیخ سیخ و نامرتب. موهایش چسبناک است. انگار که ژل زده باشد. یاد جوان سیدی فروش میافتم. سنگین راه میرود یا نه؟ تلو میخورد. مست است. حتما مست از فاضلاب و کثافت. بیخیال از کنار یک تکه پارچه گلگلی سرخابی و چند قوطی نوشابه و یک برش پوست هندوانه مچاله شده رد می شود. اهمیتی به هیچ کدام نمی دهد. می رسد به تنه قطور درخت چناری که چند سانتی متر با جریان آب فاصله دارد. کنار یکی از ریشه های کلفت از زمین بیرون زده درخت یک سوراخ است. می رود و دمان می ایستد. انگار خانه‌اش آنجاست. به زور تنش را می چرخاند طرف من. نگاه هم می کند. واقعا دارد نگاه هم می کند. چشمهایش مثل دو دکمه ریز سیاه هستند و درست زل زده توی چشمهایم. دستی به سر صورتش می کشد. دهانش می جنبد و سبیلهای درازش تکان می خورند. ناگهان مثل گربه قوز می کند و فیف می کشد. موهای سر گردنش سیختر و دوتا دندان جلوی پوزش پیدا می شوند. دراز و نکتیزن. می ترسم و لرزی از ستون فقراتم می گذرد. صدای کلاغ می آید. با قدمهای تند از موش و سوراخ و جوی فاصله می گیرم و به آسمان نگاه میکنم. خاکستری است و چند کلاغ سیاه دایر واران بالا میچرخند و جیغ میزنند. سرم گیج میرود. دست دراز میکنم و به دیوار تکیه میدهم. دوباره چیزی توی دل و روده‌ام شروع به وول خوردن کرده است. نفس عمیقی میکشم و از توی کوله شیشه آبم را در میآورم و جرعه‌ای مینوشم. تلخ است. به زور قورتش میدهم و راه میافتم به طرف بالا. صورت موش خاکستری با دو دندان شبیه میخ توی ذهنم حک شده. چشمم میافتد به یک کافینت که 2 قدم بالاتر است. میروم تو. جوانی با هدفون جلوی یکی از کامپیوترها نشسته. خیلی چاق است و چیزی از صندلیاش پیدا نیست. دارد بازی میکند. یک شهر جنگ زده و متروک توی مانیتور است. آتش و دود همه جا را گرفته و سربازی خوش هیکل و عضلانی که همین پسر چاق است با مسلسل بزرگی در دست توی کوچه ها میدود و آخرین بازمانده ها را هم به خاک و خون میکشد. میروم جلوی پیشخوان. زن جوانی آنجا ایستاده. روسری از روی موهای طلایش افتاده و دارد با ناخن‌های سیاه شستش تون چیزی را توی گوشی تایپ می‌کند. حواسش به من نیست. سلام می‌کنم. به زور انگار که بی موقع مزاحمش شده باشم کلش را بالا می‌آورد و نگاهم می‌کند. ابروهایش را تتو کرده، درست مثل ژاپنی‌ها، و لب‌های سرخ و براقش آنقدر درشتند که آدم دماغ ریز و قلمی شده‌اش را خیلی دیر می‌بیند. کامپیوتری دارید که DVD رام داشته باشه؟ میخوام برنامه بریزم تو گوشیم. دستش را با اکراه از گوشی جدا و با انگشت به طبقه بالا اشاره میکند. از راه پله فلزی پیچ خورده و تق و لق میروم بالا. اتاق کوچکی است با پنجره‌ای رو به پارک ملت. جای دنجی است. کاش اتاقم اینجا بود و هر روز و هر لحظه به جای آن دیوار سیمانی و آن هیبت چادرپوش میتوانستم پارک را ببینم. سپایه نقاشیم را درست میگذاشتم آنجا جلوی پنجره و کتابخانه‌ام را همینجا علم میکردم جای این میز کامپیوتر. به ورودی پارک نگاه میکنم. خلوت است. پسر جوانی با اسکیت ویراژ میدهد و میرود توی محوطه سنگی و باز ورودی. لباس سفید پوشیده، دور خودش میچرخد و پرش‌های کوتاهی میکند مثل یک بالرین. دریاچه قو را میبینم. 10 قوی سفید روی پنجه پاهایشان توی ورودی پارک دور خودشان میچرخند و میچرخند. پسر یکی از قوها را با دامن فنری و دستهای باز مثل پر از روی زمین میکند و بالای سرش میچرخاند و میچرخاند. خانم چرا جواب نمیدی؟ 10 دفعه صدات کردم. برمیگردم و نگاهش میکنم. از این شماره 2 استفاده کن. 1 خرابه. بفرما، روشنش کردم.
دکمه کامپیوتر را فشار می‌دهد و تلق تلق با کفش‌های پاشنه 10 سانتی‌اش می‌چرخد طرف پله‌ها و مثل پنگوئنی محتاط یکی یکی پله‌ها را می‌رود پایین. برمیگردم و به ورودی پارک نگاه می‌کنم. قوها پریدند و اثری از پسر سفیدپوش نیست. می‌روم پای کامپیوتر و صندلی را می‌کشم عقب و کوله‌ام را در می‌آورم و می‌نشینم. پایش را چند بار کوبید روی خاک نرم. آره همینجاست. من نور میندازم و حواسم به اطرافه. شما بکنید. نور چراغ قوه را انداخت روی زمین. دایره‌ای روشن شد. آن یکی هم دوباره زل زد به اطراف و همه جا را برانداز کرد. دو دل بودند. معطل نکنین دیگه. زود باشین. وقت نداریم. الان هوا روشن میشه. همه به هم نگاه کردند و آن دو نفر نشستند روی زانو و با دست‌های خالی شروع کردند به کندن زمین. هر دو نفس زنان پنجه‌هایشان را فرو می‌کردند توی خاک نرم و مشت‌های پرشان را می‌کشیدند بیرون و خاک را همانجا جلوی خودشان تلمبار می‌کردند. 10-15 سانتی متری نکنده دست یکیشان خورد به یک کیسه پلاستیکی و صدای خشخشش بلند شد. آن که دوربین گردنش بود وا رفت به عقب و همانجا نشست. وای، همینه؟ همه یک لحظه میخ شدند و هاج و ماج به هم نگاه کردند. نفر سوم هم خم شد و نور چراغ را دقیق انداخت توی سوراخ کم عمق. لای تیرگی خاک، پلاستیک شفافی زیر نور برق میزد.